دنیا میگه هیچ چی خورده همه دنیا میگه این قدر تا خدا دور شدی هیچ نیست میگه یک مرتبه تماشا چرا چاروخ میگن تو یک مرتبه میگم ریشت نگاه کن تو هیچ نیستی همون روز به دنیا اومدی بدن لوچ خطی اومده بدی با لوچ میری تو این قدر میگم مهر نبنده ای دنیا خی تو نخوا میگم این دنیای دو روزه این قمور ای خدا دور کنه چی قدر منمنی و کبر ها چی قدر مقصد یک گردن بلندی ها از کبر و منمنی ها انسان از خدا دور می شود. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث صحیحه که به نماز به ایمان ای کافر گفتن در لفظ حدیث که بین من و بین کافر فرقش نماز ای گفتن و یک سوال میگه که چوبا زیناکار پیغمبر کافر نگفت به نماز خیلی گفت زینا هم گناه کبیره ای کو فخر رازی گفت از برای آن که زینا دا آدم 5 دقیقه خطا میکنه اما امروز 5 بار به نماز به هیچ خطا میکنه نماز نمیخونه یگان زیناکار 5 بار خطا نکرده همین یک بار خطا میکنه در 5 دقیقه برای همین این 5 بار در یک شبانه روز خطا کرده یک دویمش وقتی که او را اگر زینا را کرده نفهمیده کرده باشه یا کردگی باشه که ندونست اما به نمازی گفته یکم ای تکبری نمیخونه دویم ای تنبلی نمیخونه سیوم باور نداره چهارم بنده ابلیس شده همش علامتش آورده برای همین پیغمبر به نماز با کفر برده میادن نماز نمیخونه یکم تکبره نمیخونه تکبره باور نداره کبر به درجه کرده شه که ای خدا دروش کرده برای همین چی در کن میگه آخین یک روز میشه که صخره یا سنگ با داده لحد نمونند در او سخت بس 10 بار سر تا در او سنگ سخت میزنه که فایده نداره میگه با بر وقتی میگه با درگاه خدا بیاییم پیغمبر دعا میکرده است که احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور ما خانوخو پیش تو میریم جمع میشیم دمجا نشر میشیم خانوخو ما پیش تو میریم لیکن سببش همینه که ما میخوایم بعد این خواب با ما رو بیدار کنیم ما در خواب ما قطعی مرده ها و میخریم پدر مادر مردگی خواب مونده میدرویه با او رو خدا میقپه و یا نمیبیانه با ما میبیاییم ای کدام دنیا در میجه زدن میبیاییم این روح انسان برق باری تیز بدن شبیم این موجهای الکترونی هیچیه در پیش روحی ما یه میجه زدن در جنت تماشا میکنه در خوابون صحرای قیامت هم میبینیم خداوند یک مخلوق خلق کرده که 18,000 عالم اداره میکنه آدم ذره های بزرگ میشه بسیاری چیز بزرگان ذره میشوند اساس آفتاب میده میشود اساس زمین میده میشود شما ببینید که روزا چه خیلی بود اساس خیلی میگه روزا کالتش معنی نداره ای بزرگی میده شده میبینید اما خدا را بزرگیش ببین که مخلوق آدم منمی قاقه اساس بزرگش میکنه با درجه بزرگش میکنه که میمورم نامش میمونه پیامبر اکرم ببینیم حضرت موسی را ببینیم نامود میمونه با نزد خدا در اجر شه ببینیم همه همین در پیش قدرت خدا هیچ ما باید بندگی را به جا بیاریم در مسئله بندگی حضرت در اینجا ما را اشاره میکنه یک نصیحت یعنی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی که ما و شما را بندگی را تعلیم میتین و فرزندشان فاطمه الزهرا را نصیحت میکنن یا روز جناب پیغمبر از او زبان شیرین و اصلیشان به سوی فاطمه دخترشان گفتن ای امت خدا فاطمه ای پیرو خدا ای دختر من از غضب خدا ترس و به بروقتی اطاعتی را به جا بیار بو نگویی که من دختری پیغمبرم و ارکم اینانو برای چی من ده تکیه نکنی قیامت بسیار روزی دشواره من همی سحری خیزیم روزه بینی یک صبح میخیزیم که ما دلحتیم یک صبح دیگر میخیزیم که قیامتی مصر میشه من همین شب همه نامرو ده پیامک و سبشنی هم پیامک اومد که فردا برفی سخت میبوره فردا خطان احتیاط کنی رح محکم میشه اما هر روز پیام الهی در قرآن در قلب حضرت محمد می اومد صلی الله علیه و سلم این قیامت شوخی نیست مرگ شوخی نیست این ببین که عادی ترین کار در پیامک روی میکنن که فردا راه بسته میشه خبر میتین که فردا آب گرم میکشن
خبر میتین که فردا فلان کوچه را محکم میکنه راه تعمیرای، اما خدا خبر میتیه که یک روز شما قیامت داره، یک روز مردن داره، یک روز منکر و نکیر داره. خیلی که من دستور یک به دنیا آمده، همه ما یک روز به دنیا آمده بدیم، خیلی حق بدیم. امروز بین چهره های ما را سفید شده، پیر شده، پوچاله شده. آستا 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 ما به لحد میریم و یک روز میبیم من سحر بینیم که چی روزه، ما فردا نمیدونیم چی گپه. تکیه نکنیم از این ها بچم. محشر روزی وزبینه، خداوند به عمل به تو نزدیک میشه، نه به نسب. نگو که من فلان نسل پیغمبرم، عمل تا خدا نگاه میکنه بچم که تو چی عمل داری. بسیار فرزندای پیغمبرها بودن جهنمیان، قابیل. بسیار فرزندای پیغمبرها بود جهنمیان، کنعان فرزند نوح نبی. شوخی نکه. من یهودا یک عمر در حق لعنت میگن، چی با؟ برای که پدر نوح حرمتی کرد. تو با امروز ملت چه لعنت میگن، بعد میبینم. نگو میگه پیغمبر زادم. شوخی نکن، شوخی نکن که خدا عمل نگاه میکنه. رای طاعت خلال داره. شیشه چراغ عمیق نازکه، شیشه ایمان ایوه نازکتره و یک بار میشکنه. شوخی نکنه میگم. عمل میکنیم، همین روز کار میکنیم تا آخری ما پولمون میگیریم، برای بجا کردن و جا بجا کردن پولمون 10 جا میکویم. اما برای ایمان چی؟ یک لباسی سفید میپوشودم، پشن نشینه، افلاس نشوه گفته او را احترام میکنه، اما برای ایمان چی؟ نمی احتیاط کردن در کاره. خداوند همون وقت ما را نزدیک میکرده به خودش که ما طاعت کنیم. کسی نیک فهمه و بر وقتی فهمه چخان میشه در این راه. خدیجه مادرمان که رسول الله را شناخت چخان شد که بیام میره تستر بگیرم. پول داد، صرف کرد، مال شا بخشید، تمام جان شا بخشید. امروز تمامی سیدزاده ها ای نسلی نه هست یا نه؟ فخر میکنن که نسل فاطمه باشن، فخر میکنن نسل علی باشن، فخر میکنن نسل رسول اکرم باشن. این خاندان سادات و سیدزاده ها یک بخشش از خاندان خدیجه. خدیجه حق شناخت. اگر تکیه میکرد میرفت یک میلیاردر دیگر هم زمانش میگیره میرفت، اما دانست که در چهره این مرد آینده بزرگیه. آدم شناختن در کاره، آدم شناختن در کاره. مال و پول و ثروت او برزد، جان فدا کرد پری پیغمبر ده. جناب پیغمبر گاگو گریه میکرده سخت. میدن چی گریه میکنی؟ میگه برای خدیجه گریه میکنه. آدم برای آدم خوب گریه میکنه. چی باخی؟ در یک روز همه من رو گردم، این زنک رنگی مردک در پری من راست سوده بود. همه قوم من رو گردم، این قطی من استاد تا لحظه های آخرین حیات چه غمی من نمیخو. ای دنیا مرد رفت، غمی من نمیخو. من میگفت خدیجه را یاد کردم. برای همین برادر زنی خوب یاد میکنی، زنی خوب وصف میکنی. خدیجه، عاشق خدیجه، اساقالی خدیجه را ثروتمندترین مردای عرب میکردن، اما او رسول اکرم را چسبید. چی با؟ سارعو، با سرعت باشه به سوی کاری خیری نیکی. نیکی را دیده سیه خدا امروز همه را معلوم کرده، تو بداو به سوی نیکی داو، هم خود دویده رو. همین شمع گیران میکنن، پروانه را قدی همین پشابی دویده میبیوین، در شمع میزنن کشانا. یه در یک جای نور را میبینی، روشنی را میبینی، ای دویده بیو، دویده بیو، تیز بیو. هر کس ای انتخابش پگه جوابش هم میگیره. بسیار انسان ها آدم ها را امروز بها دادستیان که بهترین راه انتخاب کرده بدیم. انتخاب راه باید ما فکر کنیم. نه آدمی نیک میگه هده هم میکنه، تیز میبه بسوی نیکی. با نوز نکنی که ما دختری پیغمبرون، بچم با نوز نکنی. با در بین بنده ها ما آزاده هم، هیچ محل نصب دنته، زیرا که فیض خدا برای عمل کننده ها هست. این نصیحت برای تمام سیدزاده ها هست که عمل زیاد کنند. میانشان بندن که پیغمبر مادری سیدزاده ها را گفته است که با ناز نکنی که من پیغمبر زاده هم. که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت تا زمان آسیه زن فرعون یگان زن فضیلت رنگ آسیه نداشت. مریم وقتی که آمد
تا زمان مریم یگان زن مثل مریم فضیلت نداشت. بعد از او زمان خدیجه آمد، یگان زن مثل خدیجه فضیلت نداشت. زمان فاطمه آمد، تمام زنها رو فضیلتش در پیش خدا مثل فضیلت فاطمه نیست. اولین زن جنت میدرو. این شوخی نیست. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که شب جنت من در نشان دادم، از ناز نعمت جنت همین خیل خوردم، با پرگی سیر کردم و فردا از همون لقمه جنت خوردگیم فاطمه در رحم مادرش به دنیا آمد. فاطمه از لقمه های بیشت بده. این خیل درجه های بلند با بچم فخر نکنی، پیش خدا در سر تخم که با نوز نکنی. امروز کی کدام زن مثل در فاطمه برابر می شود؟ هیچ کس. ازواج مطهرات مادراشان ام المؤمنین عایشه صدیقه همه اینا بزرگان، همه اینا درجهشون بلنده در نزد رسول اکرم. فاطمه فضیلتشون بلنده. این شوخی نیست. با نکنی بچم عمل که فردا تو را از نسل و ایگان چیز پول ثروتی تو نمیپرسن. هوشدار. اون سید پیشوای فقر و پیشوای غنی های دنیا، هممون پیشوامون جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این خیلی گفت امروز ما حالی هم لاف زده استیم که بابای من فلانیه، امکی من فلانیه، مامای من فلانیه. تو میگه لاف زده گشته استی و این گپ گفت نسلش ده. یک بار به اصل نظر کن. تو همونه بودی که چیکار، تو همونه بودی که پدر و مادر به خاطر تو چیکار کرده، بدنش توزه کرده. تو همون به دنیا اومدگی. تو اصل تا نظر که هر یک زیبایی های میبینیم بخشش خداه. چی به امروز با دشمنای خدا یک جا شدی و از او دوستی حقیقی رو گرداندی؟ و چی بخششه که امروز هیچ کس ما دیگه دندان دادگی نیست. همین دنیا ده یگان کس ما دیگه دندان نداده، همه این الله داده ما ده. چوک ده و دوستا نمیشناسی، دشمن قدی امروز پیمان بستی. چیزی که امروز داری وای خدا های مهری پدر و مادر و این شیر و این قدر نعمت، همه این برادرای جانب الله های. اگر نخواه همون مادرت هم همون روز میگیره، اگر نخواه همون روز پدرت هم میگیره. بسیار انسان ها رو دیگه که پدر و مادرشان دیگه نیستن، لیکن با کلام میکنن. این ایتش رسول اکرم. برای همین برادرها هر یکی ما و شما این از یاد نبراریم که چیزی که امروز از جانب الله هایی. یک انسان همیشه کار میکنه یکش دو نمیشوه، هیچی کار نمیکنه کارش صد میشوه. یا آدم دستش در آی خنک نمیزنه همه چی را صاحب میشوه. یا آدم محنت میکنه بس صاحب میشوه. در چهار پهلوی زندگی، در چهار طرف زندگی چیزی هست از بایی و قشاقی کمبغلی. این برادرها همش از جانب خدا، همش از جانب خدا. در این دنیا هیچ که نمیخواد که به ابرو شود، هیچ که نمیخواد قشاق کمبغل و مقصد به او روزا رسه. برای میگه چیزی که هست ای نیکی و بدی، دارندگی نداری، میگه مسلمانی واقعی این همش ای الله میدونه. ما چیکار داریم منافق ده، ما چیکار داریم به ایمان ده، ما چیکار داریم فاسق ده. اما مسلمانای واقعی دارن ندارن در همه حالت هم را خدا میدونن که خدا همین را کشیده بوده. همین ای عقیده سالم و عقیده ما مسلمان. برای من حق پدری عقیقه هر یک پدر باید حق عقیقگی داره، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امام حسن و امام حسین خشان عقیقه کردگی بودن. عقیقه معنیش همینه که حق پدری گوسفند کشته میشوه، طعام داده میشوه، بعد از او دعا گرفته میشوه، نام فرزند مونده میشوه، دست فرزند حلال کرده میشوه، بعد از او موی سرش کلانکه کشه تراشیده میشوه، به اندازه وزن موش، به اندازه نقره و طلا حساب کرده، یا نقره یا طلا فرق ندارن. همون پول برای بینوا و کمبغل و فقیرها تقسیم کرده میشوه. به همین میشوه توی و توی ختن سوری، توی سنتی میگه ما او را یا حق پدری بجا میشوه. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخر عمرشون عقیقه‌شون را کرده بودن. یعنی معلوم بوده که عقیقه واجبات بوده به این حدیث ها. هر یک پدر و مادر حق داره که فرزندش توی سنتی کنه، دستش حلال کنه، بچه حقش نام خوشروش مونه، یک گوسفند پزه خش تبارو را دعوت کنه، بعد از اون موی سرش تراشه. هر کس بخیر یک آیین به خودش فرهنگ داره. فرهنگ رسول اکرم همینه. هر کس میگه من الحمدلله مسلمانم، همین کارا کنه، این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. برای علماء اینا وارثای پیغمبران. امروز نترسیده مسئله سه طلاق را طلاق میتن.
نترسیده مسئله طلاق بازی شده امروز. سه طلاق را تعویل یا طلاق میکنن در حال از در مذهب میگن سه طلاق را پیوست میکنن میتیان. هر یکی ما و شما باید فکر کنیم که علم احکام باید دونیم. اگر ندونیم حتما باید حضور یک علما عظام داشتن اینا رو پر کردن در قرآن. بسیار مسئله مهمه. این مسئله را امروزی برای جدی قپیم، فقه جدی قپیم در بین مردم. سه طلاق پر شد دیگه، پر. هر سه طلاق زنا، هر فرزندش ولد زنا. این فقه و حنفی های، این شوخی نیست. این فتوای فقط شیعه های و این مرزه جریان های نوپیدا که تعویلی طلاقش میکنن. این مسئله رو جدی قپیم برادر. چقدر جدی قپیم که مقصد فردامو از این علم احکام پرسیده میشه. چرا برای علم ابدان تیپ دوتاز میکنیم، برای علم احکام هم احتیاج داریم. یعنی علم دو تقسیم میشه. یکم علم احکام بده، دوم علم ابدان بده. علم ابدان ده علم تیپ میدرویا. هر انسان سلامتیش خوب کنه، هر انسان سلامتیش نقص کنه. امروز خیلی تیپا پیش رفته گه. مسلمان‌ها باید کوشش کنن که در جامعه ظلم نکنن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمانشون یک طبیب از روم میبیاین، خیلی در مدینه منوره میستن، هیچ کس مراجعهشون نمیکنن. بعد حضور نبی کریم میبیان میگن که مقصد این طبابت خانه که ما کشیدیم هیچ کس مراجعت نمیشه. و حضرت چی به اینا خیلی مراجعت نمیکنن؟ چی خصلت دارن؟ گفته اینا یکم خصلت دارن که تا گشنه نشون خوراک نمیخورن، پیش ایسر شدن بس میکنن. گفته شفا دادری همینه. من چیکار میکنم در اینجا؟ یعنی که بسیاری حالت بیماری های ما ای خوردن های بیمعنی بوده. یعنی که در همین حدیث های رسول اکرم وصل میشه که اینا مردم های هستن میگه که با درجه گوشنه میمونن که قریب میافتن و میخورن، قریب سیر شدن شدن دیگه نمیخورن بس میکنن. گو شفا دادری نمیده چیه؟ برای همین هر انسان باید علم را فکر کنه که بنیادگذار علم حلال و حرام، یعنی که قرآن عظیم و شان پیامبران الهی اومدن. چرا حضرت امام ابو حنیفه این قدر منزلهشان با امام اعظم یعنی برای ما و شما مشهوره؟ حضرت علم فقه، علم حلال و حرام، علم عبادت و معامله را برای ما و شما بابندی کردن. یعنی فصل و باباش خود اجرا کرده بودن. حتی در زمان خودشان 1000 تا شاگرد داشتن. وقتی فتوا رو میپروردین در بین 1000 شاگردشان میموندین که همین من در همین فتوا راضیم که دستا باید برابر گوش برداشته شود یا در دهنبی گوش رسانده شود. شما چی میگه؟ و هر یک شاگردشان فتوای خودش میداده، با حضرت میگرفتن ای بین 1000 کس در بین 40 کس میموندین. و این 40 کس معتبرترین شاگرداشان بوده. میگه من دوست میدارم که طبق حدیث های پیغمبر دست زیر نفت باشه. شما چی گفتنی؟ با ای 40 کس میگرفتن در بین 4 شاگردشان میموندن، امام ابو یوسف و امام محمد، امام ظفر و حسن ابن زیاد. با فکرای او را گوش میکردن، با فکر خودشان میگفتن و میگفتن فتوا را نویسه. 60,000 فتوا را در زمان خودشان داده بودن. 60,000 مسئله دوره در زمان خود جواب داده بودن. خداوند لعنت میکنه همون مردمانی را که از علم حلال و حرام به خبر باشن. در زمان حضرت امام ابو حنیفه شخصیت های زیاده میگه پیش حضرت می آمدن، میگفتن که حضرت میخواهیم که صفای قلب یابیم، میخواهیم که توفیق یابیم، میخواهیم که هدایت یابیم، میخواهیم که قلب مونده نور ایمان پیدا شود. حضرت میگه هرچی نخرید، هرچی نپوشید، هرجا هرچی نگوید. این گفتار این ضرر میکنه. حضرت امام شافعی روز از داخل یک حجرهشون سرشون بیرون میکنن که یک ترقص پا میفهمن، بیرونتر میکنن. در زمانی طالب علم بودنشون یک زن در کوچه رفته است، ساق پای همون زن در قدم زنی میتوبه. گفته من 2 مرتبه ساق هوای در حیاتم دیدم، 2 مرتبه دیدم. خداوند 13 سال برکتی علم من گرفت. 13 سال من میخوندم علم نمیدارم از سرم ده. مسئله علم حلال و حرام شوخی نیست. امروز ما میگیم نه چون حضور قلب ندارم، چون قلبم آرام نیست، چون ایمانم نور نداره، چون توفیقم ضعیفه. سببش چی بوده؟ هرچی خوردن در کار نبوده، هرچی پوشیدن در کار نبوده. خدا رحمت کنه اما کامپیوترهای پیشتر نه در زمان شوروی ای مگزین نان نمیخوردن، هر خیلی خوراک نمیخوردن. چی با؟ برای صفای قلب، قبول دعا،
جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که حضرت داوود علیه السلام نجار بوده، فقط از عمل دستش میخورده. حضرت زکریا علیه السلام فقط از عمل دست خودش میخورده است. جناب پیغمبرها رو قصه میکردیم. یعنی مقصد از این اشارات چیه؟ همه این حلاله. و مسلمان علم حلال و حرام بسیار خوب اهمیت داره. حلال و حرام چی شوخی نیست. باز اگر یک قاشق شکر گیریم در آب جوش توختیم میگن حل شد. حلال یعنی حل میشود در روح من، در معده من، در خون من. حرام چیه؟ اگر من خاک گیرم همین در داخل آب توختیم همین سنگ هیچ مال حل نمیشود. حرام همینه، در معده حل نمیشود، در روان حل نمیشود. حرام چیزی بده. حرام خون میشود، حرام رک میشود، حرام گوشت میشود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت تا او را دوزخ خشک نکنه شما جنت نمیدروید. اما را خشک میکنه. حدیث گوهربار داره جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر کسی خود مرده میخوره گو به ایمان میمره. برای چی ما مال خود مرده نمیخوردیم؟ آدم به ایمان میمرده. هر کسی خود مرده خرگو به ایمان میروه. هر کسی که حرام خرگو در وقت مرگ شهادت گفتن در راه مشکل میشد. این دو تقسیمه، یکی علم احکامه، یکی علم ابدانه. امروز چقدر جسدامون اندک بیماری ده از صدها جا کوشش میکنیم که تبوبت یابیم، نقص شویم. ده ها آدمای خوب و طبیبای خوب ده مراجعت میکنیم. مسئله دین مونده موقع طبیبای نقص مراجعت کنیم. مسئله دین این اوینه، شوخی نیست آخی. این تاثیر میکنه. حضرت امام ابو حنیفه را میپرسیدن که حضرت اگر از بازار لباس خریم پوشیم و هوای نماز خونیم درست میشوه؟ میگه درست میشوه. میگه ختون خری چی؟ میگه من 3 بار میشوم. یعنی که اینقدر وای شخصیت رو تقوی میکردیم، ورع میکردیم. در عصر 6 کدام انسان در عصر 6 که لباساش میجوشونه در دیگ با میپوشه نو برآمد این تمامی مقصد اسباب میجوشوندگی؟ این رسول الله است. در عصر 6 پیغمبر ما لباساش در دیگ میجوشونه با میپوشه. در عصر 6 کیه که یک طول روز 24 ساعت دندانشویش خطیش باشه؟ این رسول الله است. رنگ استاهایی که قلم در اینجا گوش میمونن پیغمبر ما همین دندانشویش مقصد مسواکش در همین جا بود. حتی مرد پیغمبر ما دندانش مسواک کرد با نشه بسا. پیغمبری تازه، پیغمبری پاک. کیه در عصر 6 که مرغ چوجهش را بازار بیاره کلان کنه، او را به خراک دست خودش کلان کنه، در داخل قفس با او را مقصد استفاده بکنه و استفاده کرده بعد بکشه بخره. کیه؟ این رسول الله است. مرغا را میره به بازار میوان، او را بانی میکرد، تازه میکرد. میگه بخشونه حضرت چیکار میکردن؟ میکشتن او را میخوردن. که این جناب پیغمبر است. ما نداریم این خیلی انسانیت در اصل 6. این خیلی آدم نداریم که لباس جوشانده پوشه. این خیلی شخصیت نداریم که این خیلی شخصیت باشه. مادرمون عایشه را فریاد میکنن که عایشه خوشبویی داری؟ میگه از ختم، میگه از من تمام شده، میگه از منم تمام شده. اگه کرته داری که خوشبو باشه؟ نه. گفت دارم. هوای آورده. میگه جناب پیغمبر تر کردن آب همه را در دستاش مولیده و مسجد رفتن. پیامبر ما به دوخی مسجد نمیروان، به خوشبویی مسجد نمیروان. این خیلی پیامبری زیبا. ما را فقط به سوی حلالیت دعوت میکنه. الحلال بینون میگه در بین صحابه. حلال آشکاره. میگه همه حلاله. حلال آشکاره. الحرام بینون، حرام هم آشکاره. نگوه میگه که من حرام حلال نمیدونم، همش آشکاره. امروز چیه که علمای عظام جواب نداده باشن؟ همین مسئله های باریک که برای ما و شما بیان کرده دادیم. برای بدنمون هر یک تمام طبیب و دکتر در مراجعت میکنیم، باید برای دینمون مراجعت کنیم. علم احکام شوخی نیست. این علم مسئله میگفتن. پسر داملا رو تو مختصر نمیخوندن ها؟ این حتی که امامتشون اجازه نمیدادن که مختصر رو بخواه خوندگی باشه. با پیش دروه شوخی نکنه. نماز قوم قدی بازی نکنه. قرآن و سنت و حدیث ها این مثل همون گندم های آسیاب در او را مجتهدات در آوردن، تا دادن آردش کردن، آردن نان کردن. نام همون نان علم حلال و حرام. اما مسئله های انا مسئله را مده پیش مونده میبره. اینه تیار کرده آوردن. انا همین صاحبه مذهب کردن. امروز باید همین به طریق درست مقصد رسونیم. هر یک مسلمان اگر فکر کنه برای آخرتش، برای این دنیاش ثواب گرفتن، باید علم حلال و حرام آموزه.
حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدن که علم حلال و حرام چه فقه؟ گفته معرفت النفس ما لها و ما علیها. هر کس اول باید خودش شناسه، دوم ضرر و فایده را شناسه، سوم چی ثوابه چی عذابه شناسه. معنی علم فقه همین بوده. ثواب و عذاب باید شناسیم، ضرر و فایده را باید شناسیم. بنابر همین سبب به دین ما پاک میمونه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت و من اتقا، کسی اگر پروا کنه ای شبهه و حرام و شبهه و فاسد، استبرأ پاک میمونه، آبروش قلبش دینش. خواهی که روح تو دین تو آبرو حفظ مونه، باید علم حلال و حرام دانیم. انا همین قدر به معنی گویی که من چند رکعت نمیدارم نماز خوندم، فکرم در هر جای صفای قلب ندارم، ایمانم مستحکم نیسته، اینه چی و گریه ندارم، چی و شب و خیز تهجد ندارم، ریشش دور شدن از علم حلال و حرامه. من نمیدونم علم حلال و حرامه دیگر. علم حلال و حرامه کسی که دانست و فهمید و شب میخیزه و گریه میکنه و دلش گوی میشوه، صفای قلب میوبه. حضرت سلطان ابراهیم از همه مالکی مقصد عراق فریاد میکنه که یک صبح میگه بیا خانی منده میگه تناول کن. بعد از اون میگه رو میگه حضرت فهمیدیم که چقدر یک شخصیتی بزرگ بودین شما. بعد از اون میخنده میگه من برکت ای صبح یافتم، همین قدر صبح تناول کردم قلبم گوی نشده بود، نه برکت ای صبح یافتم، همین نماز سحر یافتم، بیا دیگر که من سحر غم نتی. یعنی که او عشق ده که من در سحر او دولت قرآن و فیض ایمان ای صبح صادق ای سحر یافتگیم، مرا از شما من نکنید. یعنی که دوباره من با همون خانی سلطانی و امیری دعوت نکنید. حضرت سلطان ابراهیم است. مقصد چیه؟ ما باید دولت قرآن منایویم، دولت ایمان منایویم، دولت بدن منایویم، دولت زندگی منایویم. همه این ای نقطه نظر شریعت در شناخت علم حلال و حرام. هر کسی یک مسئله حلال و حرام از علما یاد میگیره میکواد، 100 رکعت نماز نفل در نامه اعمالش مینویسن. این کی گفته ده؟ جناب پیغمبر، حدیث محمد. این مسئله ده هر یک تمام. امروز از روی نسکی هم محس میکشه، کسی پروا نداره، شوخی میکنه کسی پروا نداره، همین طهارت ده حاصل میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز در رکعت دوم نماز سوره را فراموش میکنه. حضرت نماز تمام میکنه میگه کداش با طهارت نداره، کدام شما طهارت نداره میگه. این شوخی نیست، کدام شما طهارت نداره میگه در اینجا. به نهایت مسئله های نازک امروز از این موی به این موی حرکت کردنی خون طهارت میشکنه. امروز همین فتوای فراوان خون رو رفتن گیره نماز خون. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا اجتهد القاضی، وقت قاضی یک انسانی که پروردگار او را ملکه علم داده، او کوشش غیرت میکنه از قرآن و از حدیث های پیغمبر سوال مردم و فتواشو برآورده میتیه، اگر درست براره 2 ثواب میگیره، اگر درست هم نبراره 1 ثواب میگیره. هر کسی که به همین گونه انسان ها پیرو میشوه، فتواهای یا را گوش میکنه، مذهبای یا را پیرو میشوه، همین خیلی بزرگا را گوش میکنه، یعنی ملکه علمی اونها بلنده. مونده مسئله زکات، مونده مسئله روزه، مونده مسئله احکام شرع و زندگی عائله داری مونده. پیرو به مذهب فقه حضرت امام ابو حنیفه ایم. حضرت درست برآوردگیان هر فتوایی که ما عمل میکنیم رنگ صاحب مذهب مونده ثواب میگیریم. اگر درست هم نبرآورده باشه 1 ثواب میگیریم. یعنی که کوشش کرده. و خاص المستنبطین، خداوند این گونه آدما رو از بین مردم جدا کرده گیا. اینو دانه دانه علمای ایزان دانه دانه هم. اینا رو خداوند میگه مستنبطین. مستنبط طلب نبات گفته در مقصد دیگه زبان عربی آدمی چاهکنه میگن که اولین چاه میکنه، آب چاه خودش چکار میکنه مینوشه. یعنی علما رنگ چاهکنان، علمای رنگ چاهکنه، علما مهنت میکنه، علما کتاب میبینه، علما کتاب مینویسه. برای چی؟ برای که همون آبی چاه براره یکم خودش بنوشه و بعد مردنشم این چاه همه را سیراب کنه. وظیفه علما همینه. پیغمبرا را وظیفهشون همینه
برای همین جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بعد سری من با خلفای راشدین که هدایت یافتند به همونا عمل کنه. حتی در یک روایت دیگر گفتند که من دوست می‌دارم که شما پیرو دو شیخ امت من باشه. گفتند که دو شیخ؟ جناب پیغمبر ابوبکر و عمر را نشان دادند که در شریعت داری و دینداری شما به اینا پیرو باشه. و گفت دوست می‌دارم زهد و دنیا بیزاری را از مثل ابوذر غفاری و دوست می‌دارم علم حلال و حرام شناختن شد مثل عبدالله بن مسعود. برای همین هر یکی ما و شما در امروز چیزی مهمه که پروردگار از بین مردم فقیها و علما را ملکه میتیه، اونها را خاص میکنه، اونها را درجه میتیه، میبره در بین ما بلند میکنه. اینا همون چاپکنان جمعیت زیادن. حضرت علی کرم الله وجهه پرسیدن که مردم سه قسمت میشوند، مردم سه تقسیم میشوند، یکمین قسمتش در عالم اسلام بین مسلمان ها گفتن علما و ربانی، علمای ربانی. این علمای ربانی جاهاشون خالیه. این علمای ربانی برای ما و شما به درجه بزرگ هستند که دوست داشتنشان واجبات ایمان است. اینا یک قطعه هن، یک اقلیم هن. پیش اینها در انسان میبیا از تمام نامشروعیات حرام و حلال جدا میکنه. این شوخی نیست که علما این وارث رسول اکرم هست صلی الله علیه و سلم. برای همین علما تقسیم کردن که علم دو تقسیم است. یکی علم حلال و حرام که او را علم احکام میگن، در بین نماز و روزه و حج و زکات و همین میدرو. حدیثی که امام احمد روایت میکنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی یک مسئله دینی را در حلال و حرام، چه در مسئله فقهی که زکات و حج و نماز و طهارتش در یک مسئله را یاد میگیره با طریق ثواب و راه درست، به اندازه 100 رکعت نماز نفل اجر میگیره. یک انسان میخزه و یک مسئله نمیدانستگی دینش راست میکنه، میخزه یک مسئله نمیفهمیدگیش راست میکنه، میخزه میبیا یک کاری نماز حج و زکات راست میکنه، همونا نمیدانست همونا میفهمه، به اندازه 100 رکعت نماز نفل ثواب میگیره. این شوخی نیست، این هزل نیست. برای من گاهی میشنگی حضرت امام مقصد میشوشتن سر و فوکشان خوشبویی میکردن، با لباس میگرفتن، عطر میزدن، بعد از اون میپرسیدن که حضرت امام یعنی امام ابو حنیفه کجا میری شما؟ میگفتند امروز یکی از علماهای دور با نام اوزاعی خطیب میخوند. چی با اخی خطونی قدر تابعین بزرگ با این قدر تیاری میبینی؟ میگفت علم چیزی پاکه در پاکیزه ها دوست میداره، در پاکیزه ها میچسبه. من امروز غسل گرفتم، خوشبویی کردم، با توفه گرفتم، حضور علما میرم میشینم گوش میکنم که امروز چیزی نو یاد میگیرم. وظیفه هر یک مسلمان در تعلیم و تربیه و علم گرفتن و موعظه گرفتن مثل با زنبور عسل باشه. وظیفه همینه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن هر وقتا که امتی من دو چیزی گم شده شون وقتی که یافتن، یکی علم و یکی حکمت، مال گم شده شون یافتن. امتی من علم یافت، امتی من حکمت یافت، مال گم شده شون یافت. حضور علما اساسا برادرها شیشتن از سوال و از اون چیزهایی نمیدانسته که پرسیدن 100 رکعت نماز اجرش میگیری. 100 رکعت. حدیث ابو رافعه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که روز قیامت بنده را حساب کتاب میکردیم، به سوی دوزخ امرش میکردیم بردند. بعد از اون ملائکه سوال میپرسیدن که یگان بار حضور و مجلس یگان علما داشتگی؟ جناب پیغمبر این حدیث روایت دارن. میگفتن نه، میگفته یگان رفیق دوست داری که علما را دوست داره؟ گفته بله داره. میگفته کنی بیاری رفیقش کی ناموش؟ آورده روبرو میکردن که علما دوستدار بوده، در مجلس علما میشیشته. میگفته به توفیل همین دوستش همین ای دوزخ جنت بره. یعنی که به توفیل چی که دوستی ما، یعنی که دوستی علما. حدیث را که مناوی روایت میکنه که یک عالم فقیه یا عالم بزرگی، یعنی که قرآن و حدیثدان و تفسیردان و حلال و حرام شناس، یعنی که میگذشته به زیر قبرستان، پروردگار 70 نوع فتنه قبر سبک میکرده. برای همین قدر و منزلت علما بلنده برادران. ما در خاک پای علما عظام نمیرسیم.
او بودن که این دین آورده ما در رساندن، او بودن که این دین آمده ما در رسید. چی گونه که مستنبتین اینا انمو چاه کنان، اونا انمو منحله کندن، چاه کندن، آبیاری کردن تا به امروز ما حلال شناختیم، حرام شناختیم، تا به امروز ما فاسد شناختیم، مکروه شناختیم. دومین در این ما جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم معراج کردگیم. معراج یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آسمان دنیا یک جایی رفتن که برای ما و شما هیچ از عقل و درک و علم بیرونه. این عقل و علم هیچ محل مقصد درک او را هیچ درک کرده نمیشود، اما علم لدونی و ایمان و اخلاص و اعتقادی که ما داریم جناب پیغمبر در این ماه معراج کردگیم. یعنی که ماه رجب اینقدر خصوصیت های بزرگ داشته است، چقدر اشاره های کلام پروردگار برای ما و شما مبارک کنه و یعنی که صاحب شدن به ثواب و صاحب شدن به او درجه های خیر نزد پروردگار برای ما و شما نصیب کنه. العلم و علمان، صاحب اصول و صاحب اعتقاد و همون شخصیت های بزرگ در کتابشان آوردن که علم دو تقسیم است. برای هر یک فرد مسلمان باید دانه که علم شریعت گفته دو تقسیم اصلا، علم الاحکامی و علم الابدان. در این کتاب های ادبیات میبرد که یعنی یکم علم احکام بوده. در علم احکام همه ما و شما نظم میدانیم که حرام میدرویه، حلال میدرویه، شبهه میدرویه، مکروه میدرویه، باطل و فاسد میدرویه. هر مسلمان در ضروره که علم حلال و حرام دانه. اساسی همین 6 تا 9 هر یکی ما و شما در اینجا مقصد 6 تا 9 موعظه گوش کردن و تمام علما همین را دو تقسیم کردیم. یکمش گفتن علم احکام. هر یکی ما و شما با احکام ها به دنیا آمدیم. هر یکی ما و شما با احکام نکاح به دنیا آمدیم. هر یکی ما و شما با حلال به دنیا آمدیم. هر کسی که علم حلال و حرام شناخت و یا دینش بنیاد شد. خداوند خاندان فیض و برکت قدم علما رو مبارک کنه و خداوند ماه رجب مبارک کنه، این شب مبارک کنه، قبر پدر حاجی را پر نور کنه، عاقبت کار ما را خدا بخیر، ایمان ما را به سلامت کنه. آمین یا رب.